الله الرحمن الرحیم. سلام وقت همه بخیر. انشالله که مثل همیشه باز هم میگم خوب و صحت باشین. درس ما درس 24 فصل دوم جغرافی صنف هفتم است. در مورد جغرافیای مواصلاتی گپ زده. جغرافیای مواصلاتی کجا؟ میفهمیم دیگه. فصل دوم کتاب جغرافی صنف هفتم ما شما در مورد کشور زیبای ما افغانستان گفته که این درس ما بین صفحات 71 الی 74 کتابتان آمده. پیش از اینکه در مورد جغرافیای مواصلاتی افغانستان بگیم و این که چی معنا میته، یک مرور کوتاه به درس قبلی خودم داشته باشیم. در درس گذشته ما شما در مورد صنایع و تجارت افغانستان گفتیم که صنایع افغانستان به دو دستی و ماشینی تقسیم میشد و در مورد تجارت افغانستان هم صحبت کردیم. 3 سوالم براتون کارخانگی داده بودم که فراموش ما انشالله نشده. اما اهداف درس: برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اولین هدف درس ما و شما آشنایی با جغرافیای مواصلاتی افغانستان است و هدف دومم کسب معلومات در مورد راههای مواصلاتی افغانستان. ما و شما باید ببینیم که از کدام مسیرها ما و شما میتونیم که بعضی چیزها را انتقال بدیم، راههای مواصلاتی باشه و گپ‌های دیگه که هست. آماده هستین که شروع کنیم؟ بسیار. بیایم از راهها شروع کنیم که در افغانستان راه که میگم منظور شاید سرک ها باشه. چی نقش داره، چی اهمیت داره و چی ازش استفاده میشه. ما شما میفهمیم که راه وسیله ارتباطی انسان هاست و راه عامل مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور هم حساب میشه و نقش راه در توسعه فرهنگ و تمدن و در پهلوی او در نزدیکی و ارتباط بین اقوام و ملت‌ها بسیار زیاد اهمیت داره و ارزنده است و وسیله زیادت در ثروت میشه. این که چطور وسیله زیادت در ثروت میشه او را در پایین درس ما شما خواهد فهمیدیم. و دستاوردهای زراعتی و صنعتی هم از طریق راه‌ها از یک محل و محل دیگه رسانده میشه، انتقال میشه. پس اگر راه نباشه، سرک نباشه و مسیر عبور و مرور نباشه، اولین کاری که میشه دیگه ما با هیچ کسی، با هیچ جای، با هیچ مردم ارتباط گرفته نمیتونیم. دومی که از دنیای دیگه کاملا بدور میمونیم. سومی که وقتی ما یک چیز تولید میکنیم، مثلا در زراعت خود کشت و زر میکنیم، حاصل میگیریم، استفادهش بر ما تا او حدی که تولید شدن نیست بخوایم به جای دیگه انتقال بدیم که بفروشیم، پس عاید کنیم، ببینین با مشکل روبرو میشیم. از این خاطر است که ما میتونیم دستاوردهای زراعتی و صنعتی خود از طریق راه از یک محل و محل دیگه انتقال بدیم. اما بیایم در مورد راههای مواصلاتی افغانستان بگیم که راههای مواصلاتی افغانستان چیست و کجا هست. که راههای مواصلاتی کشور ما به 3 دسته تقسیم میشن: 1 راههای خشکه، 2 راه هوایی و 3 هم راههای آبی. بدون شک دیگه وقت از راه گپ میزنیم ای سه راه 4 تام نمیشه، شاید 2 تام نشه. این که چرا باز به این درس برتان میگم. در افغانستان اقسام موتر در سرک ها و اقسام تیارات در خطوط هوایی بر حمل و نقل مردم و کالا مورد استفاده قرار میگیره و فعال هستند. یعنی ما شما میتونیم که هم از راههای زمینی و سرک‌ها و هم از راههای هوایی و خطوط هوایی به خاطر حمل و نقل انسان‌ها و همچنان کالاها و اموال تجارتی و خوبی از استفاده کنیم که میشه. اما قبل از وارد شدن اقسام موتر در افغانستان، تجارت داخلی و خارجی در کشور ما توسط کاروان‌های حیوانی اشتر، اسب و قاطر صورت می‌گرفته. اونم راه زمینی بوده که معمولا سرک هم نبوده دیگه، خامه بوده. این کاروان‌ها می آمدن و از افغانستان، از راه ابریشم افغانستان مخصوصا عبور می‌کردن، از سمت هند می آمدن، سمت چین می‌رفتن و بسیاری جای دیگر را افغانستان وصل کرده بود. پس قبل از اینکه انواع موتر داخل افغانستان شود و تجارت داخلی و خارجی رونق پیدا کنه، کاروان‌های مختلف از مسیر افغانستان عبور و مرور میکرد که اونم راه زمینی و متاسفانه خامه بود. وقتی که موتر در دوره امیر حبیب الله خان در وطن ما وارد میشه و میایه، اقسام موترهای باربر و تیزرفتار در کشور ما زیاد میشه و به ساختن سرک‌های موتر هم اقدام میشه که این یک گپ خوب است که از او زمان تا به حال بیش از 15,000 کیلومتر سرک‌های موتر ساخته شده که تقریبا نیم این سرک‌ها خیر و کانکریتی است
و مطابقی سرک‌ها به حالت خامه هستند که مناطق مختلف کشور با هم ربط میتن. یعنی ما متاسفانه تا هنوز که هنوز هم از در قرن 21 تمامی سرک‌های ما دیگه پخته نیست. حمل و نقل اموال تجارتی در افغانستان از طریق بنادر سرحدی تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغوندی و بنادر آبی دریای آموی تاشگذر، شیرخان بندر، حیرتان و کلفت هم صورت میگیره. پس این بنادر دیگه هم که در افغانستان است و ما و شما میتونیم که اموال تجارتی خود از طریق این بنادر حمل و نقل کنیم و روان کنیم به کشورهای دیگه و از کشورهای دیگه اموال تجارتی را وارد افغانستان کنیم. اما سرک‌ها و شاهراه‌ها در افغانستان باعث انکشاف در زمینه‌های زراعتی، صنعتی و اموال تجارتی خوشبختانه شده و ارتباط بین آسیای جنوبی و ممالک آسیای میانه را برقرار کرده. در جایی که سرک باشه، راه باشه، بدون شک اونجا سبب انکشاف و ترقی هم میشه. وقتی مسیر ساخته میشه، سرک ساخته میشه، عبور و مرور میشه، در اوج باید شفاخانه باشه، هتل و رستوران باید باشه، خانه باید باشه، مسجد باید باشه و بسیار چیزهای دیگه ساخته شود که کسایی که از راه عبور و مرور میکنه بتونن از او استفاده کنن. از این خاطر میگن سرک در هر جایی که ساخته میشه عامل انکشاف، ترقی و پیشرفت است. در اقتصاد و جیب مردم بسیار زیاد نقش داره. وقت شما یک مسیر طولانی را میسازین، در اونجا یک دکان اگر ساخته میشه، دکاندار مال میاره میفروشه، ببینین که زندگیش رونق پیدا میکنه، صاحب کار میشه، عاید میکنه. اگر شما شفاخانه میسازین به این شکل، اگر شما هتل میسازین به این شکل و هر چیز دیگه که میسازین، از این خاطر میگن که سرک‌های افغانستان سبب انکشاف و ترقی افغانستان شده. در دنیا به این شکل است. دنیا هم از راههای مواصلاتی خود به خوبی استفاده میکنه. یک جدول براتون نشان میتونم که جدول سرک‌های مواصلاتی کابل با ولایت و بنادر کشور ما شماست که دانه براتون میگم که کجا هست و حتی فاصلهش به کیلومتر هم براتون نشان میتونم که در کتابتان هم آمده. اولین سرک کابل قندهار است که 483 کیلومتر فاصله داره از هم، یعنی یک سرک بسیار زیاد طولانی است. دومیش هم قندهار هرات تورغوندی است که 679 کیلومتر طول داره. سومین سرک هرات اسلام قلعه است که مرز بین افغانستان و ایران میشه و 124 کیلومتر فاصله داره. سرک چهارم هم قندهار سپین بولدک است که 104 کیلومتر فاصله داره. بعد از او سرک کابل تورخم است که 231 کیلومتر فاصله داره و کابل شیرخان بندر است که 405 کیلومتر فاصله داره. سرک دیگه ما پل خمری مزار شریف شبرغان است که مسیر بسیار زیاد طولانی را در بر میگیره، 360 کیلومتر فاصله داره و کابل گردیز است که شما به طرف پکتیا میرن، 132 کیلومتر فاصله داره و گردیز خوست است که 117 کیلومتر فاصله داره. پس این راههای مواصلاتی مخصوصا کابل است با بنادر و دیگه نقاط افغانستان ما و شما. انشالله فهمیدین راههای مواصلاتی زمین افغانستان شناخته بیم که در مورد حمل و نقل هوایی کشور خود بگیم که ما شما از راه هوایی هم استفاده میکنیم، یعنی بدون شک. مسیر خطوطی که تیاره در هوا از شهر به شهر دیگه او را میپیماید راه هوایی و خطوط هوایی گفته میشه. و چی معنا؟ به این معنا که یک مسیر هوایی را ما و شما توسط تیاره میپیماییم، ازش عبور میکنیم و میریم به یک جای دیگه میرسیم. اونو میشه راه هوایی یا خط هوایی. مثلا کابل هرات، کابل مزار، کابل جلال آباد، کابل بامیان، کابل خوست. در خوست یکی از میدان هوایی بسیار زیاد خوب به تازگی ساخته شده. پس تمام از این میشه خطوط هوایی یا مسیرهای هوایی ما شما. و طیاره سریعترین و راحت ترین وسیله مسافرت است که مسافرها و اموال تجارتی قیمتی و نازک در وقت کم به مناطق دور نزدیک انتقال میده. پس هم به خاطر انتقال مواد و اموال ازش استفاده میشه و هم به خاطر انتقال و حمل و نقل ما انسان ها. بسیار زیاد راحت است، بسیار زیاد ساده است که در کمترین زمان یک فاصله بسیار زیاد طولانی را آدم میره و میرسه. بعد از کسب استقلال کشور ما در سال 1298 هجری شمسی چند فروند طیاره از کشورهای آلمان و روسیه خریداری میشه و اولین میدان هوایی در خواجه‌رواش کابل ساخته میشه که چقدر خوب است دیگه. بعد از اینکه استقلال ما گرفته میشه اولین خط
میدان هوایی ما ساخته میشه و ما شما میتونیم از خط هوایی خود استفاده کنیم. و امروز اقسام مختلف طیاره‌های ملکی و نظامی در انتقال مسافرین و اموال تجارتی هم در داخل و خارج از کشور ما در پرواز هستند و فعالیت دارند و پروازهای داخلی از کابل به ولایت و مناطقی که میدان هوایی در اونها ساخته شده صورت میگیره و انجام میشه. پروازهای خارجی ما از کابل به اسلام آباد صورت میگیره، به دهلی جدید میره، تهران میره، دبی میره، شارجه میره، ارومچی میره، فرانکفورت میره و برعکسش به میدان هوایی بین المللی کابل و قندهار هم این پروازها میان و نشست میکنن. یعنی ما هم میتونیم که مسافرین اموال تجارتی را انتقال بدیم بین نقاط دنیا و همچنان طیاره از شرکت های مختلف دنیا بین المللی بیاین به افغانستان هم مسافرین بیارن و هم اموال تجارتی را انتقال بدن و مسیر خوب هوایی داره. درست؟ و میدان هوایی خواجه رواش کابل، ببینیم که میدان‌های هوایی ما به شکل است. میدان هوایی خواجه رواش کابل کانکریتی و از قندار تیریزی شده است. بعداً میدان هوایی ننگرهار، کندوز، مزار شریف، هرات و پکتیا هم ساخته میشه و میدان‌های هوایی دیگر در ولایات مختلف به شکل خام هست اما خام است، نه کانکریتی شده نه تیریزی شده، اما میدان هوایی ساخته شده. و آخرین میدان هوایی در بامیان به نام شیبرتو در سال 1376 هجری شمسی ساخته میشه. میدان هوایی شامل، ببینید میدان‌های هوایی شامل چی چیزا میشه؟ شامل طیارات میشه، طیاره ها خطوط پرواز یا رنوی میشه، ترمینال داره، وسایل مخابراتی داره، وسایل نقلیه در داخل میدان هست، زینه طیاره هست، موتل و مسافرخانه و پرسنل فنی و مسلکی هم داره. پس وقتی ما شما در میدان هوایی ای آدما و ای جایا و ای کسا را، ای چیزا را میتونیم ببینیم. اما شرکت هوایی آریانا، چون در مورد خطوط هوایی کشور خود بگیم، باید شرکت های هوایی هم که داریم یادشان کنیم. شرکت ملی هوایی آریانا به نام د آریانا افغان الوتن در سال 1333 با سرمایه 51% از سرمایه ملی افغانستان و 49% از سرمایه شرکت اندیمار که بعداً جایش پان امریکن میگیره ساخته میشه. دوایل طیاره‌های نو داکوتا که ظرفیت 30 نفر مسافر را داشته در میدان هوایی داخلی و خارجی به کار خود آغاز میکنه. فعلا شرکت‌های هوایی خصوصی هم در کشور ما فعالیت دارن که در حمل و نقل مسافرین و اموال تجارتی بسیار زیاد مفید هستند. هم تمام گپا بود، بیان کوتاه در خود جمع‌بندی کنیم. ما شما در مورد راه‌های مواصلاتی افغانستان گفتیم، در مورد سرک‌ها و راه‌های زمینی کشور خود گفتیم و حتی گفتیم که چقدر فاصله دارن و کجا را با هم وصل میکنن. در مورد خطوط هوایی و طیاره‌های افغانستان هم گفتیم، شرکت‌های هوایی افغانستان هم نام گرفتیم که انشالله شناخته باشیم. اما کارخانگی، دو سوال. سوال اول، پروازهای طیاره‌ها از کابل به کدام شهرهای داخلی و خارجی صورت میگیرد؟ سوال دوم، راه‌های زمینی و سرک‌ها کابل را با کدام ولایت و مناطق وصل می‌کند؟ شما میگین که سرک‌ها و راه‌های زمینی کابل با کجاها وصل می‌کند؟ این دو سوال کارخانگی دارن. درس ما دیگه تمام شده. انشالله که راه‌های مواصلاتی افغانستان فهمیده باشیم. ما راه آبی متأسفانه نداریم چون با آب‌های آزاد راه نداریم، اما بندرهای آبی داریم که در درس‌های بعدی حتما در موردشان کم صحبت خواهد کردیم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه می‌گیریم.